جناب آقای رئیس، وزرای محترم، خانم‌ها و آقایان، سخنم را با نام و یاد خدای مهربان آغاز می‌کنم که کودکان را دوست دارد و سپاس خود را از میزبانی دولت برزیل و حسن ابتکار مدیرکل محترم سازمان بین‌المللی کار در برگزاری این کنفرانس ابراز می‌دارم. امیدوارم این کنفرانس در ادامه کنفرانس‌های آمستردام و لاهه با اتکا به خرد جمعی یک همگرایی جهانی را در جهت تدوین نقشه راه مدیریت محو کار کودک پیریزی سازد. ما امروز از اقصانقاط جهان نژادها، قومیت‌ها و جوامع مختلف جمع شده ایم تا در مورد کودکانی که زود بزرگ و پیر می‌شوند صحبت کنیم. آمارهای منتشره سازمان بین‌المللی کار گویای حقیقتی تلخ از بهره‌گیری میلیون‌ها کودک در عرصه اقتصاد جهانی است. برای پیشبرد مقابله با کار کودکان به اشتراک گذاشتن دانش میان کشورها ضروری است. شناخت سیاست‌ها، ابداعات نهادی و قانونگذاری کشورها در چارچوبی تطبیقی برای تشریک مساعی و همچنین اقدام مؤثر در سطح ملی ضرورت دارد. اما موفقیت ما وقتی حاصل می شود که بتوانیم مسئله اشتغال و فقر بزرگسالان را بهبود دهیم و با رشد اقتصادی پایدار قدرت دولت برای حمایت منعطف از فقرا و استقرار نظام جامعه تامین اجتماعی را افزایش دهیم. در این مسیر ما به اطلاعات آماری دقیق و بانک‌های اطلاعاتی کارآمد نیاز داریم که هنوز چنین مرزوماتی در دسترس نیستند. بدین منظور پیشنهاد می‌نمایم برای ارتقاء سطح استانداردهای مهارتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی کشورهای عضو در 319مین اجلاسیه هیئت مدیره سازمان موضوع تدوین طرح تبادل دانش و تجربه در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای و نوین‌سازی آن با همکاری مرکز تورین از طریق تأسیس مراکز حرفه‌ای در مناطق جغرافیایی به روش‌های داوطلبانه دولت‌ها و یا زمینه‌سازی انعقاد همکاری‌های چند جانبه در دستور کار قرار گیرد. میهمانان گرامی، من وزیر اما قبل از آن جامعه شناس هستم و از این رو به درک واقعیت اجتماعی و نگاه کلنگر پایبندم. کار کودک واقعیتی اجتماعی است، یعنی باید برای تبیین مسئله به عوامل اجتماعی دقت کنیم و نمیتوان آن را فقط در ابعاد حقوقی، قانونی و سیاستگذاری خلاصه کرد. کلنگری هم بدان معناست که مسئله کار کودکان برآمده از الگوی توسعه کشورهاست. هر چهار راهبرد آموزش، قانونگذاری ملی و اجرا، سیاست‌های بازار کار و حمایت اجتماعی در شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و فقیر و در حالی که سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی الگوهای نئولیبرالی توسعه مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و کوچکسازی دولت‌ها و کاستن از هزینه‌های دولتی را تبلیغ و بر کشورهای فقیر تحمیل می‌کنند، ناکارآمد هستند. جهان باید به این تناقض ذاتی توجه داشته باشد. جهان نابرابر، تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و از سوی نابرابری ذاتی جوامع در حال توسعه این رنج را مضاعف نموده و برنامه‌ریزی برای کار کودک را پیچیده‌تر کرده است. خانم‌ها و آقایان، کار کودکان از روابط بین‌الملل نیز تأثیر می‌پذیرد. ابزارهای خشن روابط بین‌المللی از تحریم گرفته تا جنگ، از جمله در افغانستان، عراق و غیره و اشغالگری که نمونه آن را در فلسطین میتوان مشاهده کرد، همگی بر سرنوشت کار کودکان مؤثرند. علاوه بر آن جنگ داخلی و یا جنگ میان کشورها نیز صدها هزار کودک را با چنین سرنوشتی مواجه کرده است. لذا خشونت‌زدایی از روابط بین‌الملل در این مسیر بسیار اهمیت دارد. دولت‌ها باید با حرکت در مسیر خشونت‌زدایی و بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای خود سیاست‌های فعالانه‌تری را در قبال کودکان متقبل شوند و مسئولیت پذیر باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران با چنین راهبردی توانسته است با تبیین و جانمایی شاخص‌های پایشی کنوانسیون 882 سازمان بین‌المللی کار در نهادهای ملی مسئول خود مدیریت سیستمی کنترل و اصلاح آن را در جهت تهدید و تعدید عوامل مؤثر بر بروز پدیده کار کودک به کار گیرد. کشور من علاوه بر ایجاد دسترسی همه کودکان به تحصیل رایگان متعهد به ممنوعیت کار افراد زیر 15 سال است و با این حال معتقدم راه زیادی تا رسیدن به وضع مطلوب در پیش رو داریم. آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان، در پایان مایلم تصریح کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای محو بدترین اشکال کار کودک را وظیفه اخلاقی و دینی نیز تلقی می‌کند.
به نظرم استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی بومی، ملی و دینی برای مقابله با این پدیده مؤثر میباشد. پیامبر گرامی اسلام 1400 سال پیش فرمودند کودکان خود را بزرگ دارید و با آنان رفتاری شایسته داشته باشید. آرزو می‌کنم کنفرانس حاضر در دستیابی به اهداف ارزشمندی که دنبال می‌کند موفق گردد. متشکرم. Obrigado. Muito obrigado.